دوستان عزیز، یک داستان بسیار جالب و عجیبی رو میخوام برای شما امروز تعریف بکنم. داستان واقعی است، اتفاق افتاده، حدود 30 سال پیش بوده این داستان، ولی امروز من هدف دارم این واقعه رو و این داستان رو و یک حقیقت بسیار بسیار عجیب و زیبایی رو برای شما تعریف بکنم. در کنار من شما یک تابلوی میبینید. این تابلو رو اگه نگاه میکنی یکی از تصویرهای نسبتا معروف عیسی مسیح هستش. در این تابلو میبینید عکس معروفی که از عیسی مسیح به عنوان شبان نیکو نام برده شده. در این